هون قدريا راديو ريتزش موسكوي دكن سلاف ودمو بخير قدرين دلال راديو ريتزه انتقارن ببين تورا انترنتي بوي ناموني شاني مالبرا ريتزه نقطة كوم ايرو شامية بيستيكي چلهية قدريا دنگو باسي نفتيكي بكن بیستیچلی مراسم سنتخالن سرکتی آمریکا پایتخت واشنگتنی پیتاهولک مزن پیکات. سرکی البجارتی آمریکا دونالد ترامپ روزی که بری سنتخالن فرمی یا وقت سرکی چل پنجان یا آمریکا پیشمی هاتل واشنگتنی. ترامپ شخصا با خواهد تویتر میسیج دا او گفت که اویش بو آمریکا بخوابته. ریویتیوم دست پیدا که از بخوابتم او تی بکوشم که ریویتیش بو گلی آمریکا بکم تشتکی هیچا. از سیویدارم که می پهر آمریکا جاره کردن بکن ولاتی که هزدار. ترامپ و جگری سروکی البجارتی میک پینس واشنگتونی چند برنامه‌ین تایبت دا بجدار بون بری که بیستیچلی فرمی دست کاری خواه نو بکن. ترامپ و پینس گرستان نتوی یا آرلینگتونی که پرتر 400,000 اندام لشکری آمریکی و مالبت وان بناخکری ده تول مراسم دانین کلیر کن بون. دور ترامپ کنسرت دیاری مراسم سنتخارن آخوی و پیروز باین خو دا گل آمریکای و پاش جیل گل دولمند کت کمپانی البجارتنی دا پشگریابی کرن تاوی شیخارنا تایبت بو. اویا کنگریس آمریکی جبو مراسم هات بو خملاندن. جبو سریمونی فرمی گل کمولاتیل پیش کنگریس کوم بون. روزا بیستیچلی سروکی البجارتی آمریکا دونالد ترامپ سوندا سروکاتی آمریکای و خار. سروکی آمریکایی نو ورشون دا فرمی دست کاری خواه کرد. روز هفته چلی هفته او چهاریمین فورم آبوری جیان الداوسی گوتاره که دمنزرناری فورم کلاوس شواب دست کاری خواه کرد و کربند دا هجمارک سروکین سیاسی آبوری و کسیت جیانی بجدار بون. هر سال بجاری داوسی یا رجلات سویسری اف جوین تساس کرد. ای سال جی فورم آبوری هفته چلی دا دست بکر حتی 20 چلی بردوان کرد. د فورم ای سال دا سرک وزیر و برپرسین ولاتان که نونرتیا نود ولاتین جیانی دکن بجدار بود. جوان سرک و ریبران که د کربند داوسی دا بجدار بون. سرک ریم کردستان مسعود بارزانی، سرک وزیر بریتانیا ترزا مای، سرک چینی خی جینپینگ، جگری سرک آمریکا جو بایدن، شاه اردنی عبدالله الثانی بن الحسین، سکرتاری گیشتی یه نتوان یگرتی آنتونیو گوترس، سرک پارلمانتوی اروپا مارتین شولز و سکرتاری گیشتی یه ناتو جنس استولتنبرگ. سرک ریم کردستان مسعود بارزانی کش بو بجدار بون فورم داوس السویسری بو گل جگری سرک آمریکا جو بایدن وزیر دروی نروژ بورگ برنت جویا د دروژن بوری داجیل گل چند سرک و جگری سرک و سرک وزیر و وزیر دروی برگریا ین ولاتین جیانی و برپرسین کمپانین مزن جویا بو د چارچوب فورم آبوریا جیان داوسی 19 چلی سرک ریم کردستان گل برپرس کاروباری دروا و آسایش یکتیا اروپای فدریکا موگرینی و شاندا پیرا جویا و باری شهر داعشی رفش نوچه پشتی نمان داعشی و پیوستیا بردوامی هفکاری اروپای بشبرگه و کوچپر را گوتو پیش کردن. سرک کردستان مسعود بارزانی داو سروا الگل سرکومری آذربایجانی ایلهام علیف جویای تفدیدن دا بحثا پیوندی نوبر هر دو ولاتان دا و شهر دژ داعشی هاته کردن. ایلهام علیف سرک بارزانی و خانده آذربایجانی بارزانی پانیل که تایبت بیراق و سوریه دا روز 20 چلی بجدار بود. سرکی هریم کردستانی چرچوی فورم آبوریا جیان الداوسی برنامه که تلویزیونی دا راگیاند که سال 2016 سال سرکفتن بو او دربار سرخابون کردستانی دا جیدازانین تا آوایه که دست پروسیه سرخابونی برداندن. بارزانی آمجه پلوستا رایدرین جیانی جیکر او دیار کرد او بریس لخبات کردان دنیرن او ولاتین جیانی آمده نفکاریا گلی کرد بکن. دربار شهر داعشی و اپراسیون کنترل کردن موصول دا بارزانی راگیاند تشکاندن داعش الموصول نوی وطای جنابرنا یک جاری یا داعشی و شهر دژ تروری دریجه سرک ریم کردستان داوسی دا زانین که درق سرخابون کردستان دا بغدای گوتو بیش کرده و بارزانی و بردوامی دا گوتن خواه دبکو ام و بغدای دا جنارین باش بن هر و آمجه بیشی کرد که نکارن دمکی بو سرخابونی دیار بکن. البلژیکای هفته چلی کنفرانس آبوری یا هفبش یا هریم فلاندرز و هریم کردستانی هات دارخستن و بوی آرمانجی شاندک شکمت هریم کردستانی چو و بی والاتی وزیر پلاندانین هریم کردستانی علی سندی سرکاتیا شاندک حکومت هریم کردستانی کرد. شهریم فلاندرز یا بلژیکا جی هجمار که کسایتی پیشسازی بازرگان و برینار و هروا برپرسین هریمی جی آمده بون. نونر حکومت هریم کردستانی یکتی اروپای دلاور اجگی درباری کنفرانسی دا راگیاند. سرک هریم
هریما فلاندیس سر بخواندن و سرک وزیر هریما کردستانی بریس نیچیروان بارزانی سردان کردستانی کرده بود. دوی سردانی دبریار هات بود داین پیوندین هر دو هریمون شمو آلیان و به پیشخستن. دلاور اشگی دازانین که هریما فلاندیس بریار دایه بارمانجا درمان کرنی هنک پیشمرگین بریندار بین بلژیکای. هر و بریار کد نیسان ایسالین داجی شانده که بلند یا شرکت بلژیکای سردان هریما کردستانی بکن. کومک ریوبر و رایدرن یینکی داخوش پولیتبیرو یینکی دکن پشگری بدن پیشنیار و اینیسیاتیو که سرک برزانی بو چاره سرکرنا کریس و کشین هریم کردستانی پیشکش کریه. وان ریوبر و رایدرن یینکی باسا پیوندین پدکه و یینکی جکرنه و گوتنه بیزبونا پیوندین پدکه و یینکی گلکی گرنگه و افش پولیتبیرو یینکی دخوازن چه آستنگ پیشا گشبونا بیاکیه وره را کرن. تیزانین سرک برزانی شپارتی و هزین سیاسی خواسته بو هبه جون و سرکاتی کردستانی سرکاتی پارلمانتوی کردستانی و سرکاتی حکومتی بگوهیرن. هر که تکلی و دارستاندن نابرا ریوبرین بغدا و هولیری دا پیش داده چن نقاش و نیرین سر آلوزین نابرا هر ولاتان داجی زیده تردبن. شیورمندی راگیاندن سرکاتی پارلمانتوی کردستانی طارق جوهر دیار کریه که ناکوکین نابرا بغدا و هولیری ین سر دشتانی نوی چاره سر ببون لی پشتی که شهر دیجی دایشی بربداوی وده چه اف ناکوکی جاره کردن پیدا دبن. طارق جوهر داخیانی دایه و گوتیه که حکومت بغدای یه باعث ظلم و زورداری که مزن کردان کرنه و بسته دیاره که افرفش پشتی شونا باعثیان نواجی بردوام دکه. شیورمندی سرکاتی پارلمانتوی طارق جوهر بیجه که مجبورن دجی دایش به ارتش عراقی و افکاری بکن چمکی دایش دشمنی هر کسیه لی بسته دیاره پشتی وی شری و اف ناکوکی بردوام بکن و دبکد نابر عراقی و کردستانی دا شرک جی در کنه. دزگه آسایش هریم کردستانی داخینی که بلاف کرد و تعداد دیار کرد که دنو ساله که دا دنو سینوری سلیمانی دا 6 تروریست دایشی هات نگرتن. گوری همان داخیانی دزگه آسایش هریم کردستانی 6 تروریست دایشی شیلا آشایس و ریوبرین ولکاریا سلیمانی شرزور گرمیان و رجوای سلیمانی هات نگرتن. آسایش اشکره دیگه که بیشتر تروریست دایشی خواستن شیلا موسلی و دزی بکن نو آخو هریم کردستانی. لیکس ولکاری و پیشمرگه ری برویه که گرتنه دزگه و دیار دکه که بیشتر جوان تروریستان که بکوک خو عرب بونه خواستن کل کردستانی یریش ببن سر دزگه حکومتی پورتین سیاسی جین بازرگانی و گشتیان. دمان داخیانی دا هاتیه گوتن که دستپیک و مهانیستان 2016 سه تروریست دایشی ین کرد که امیرین دایشی بونه جموسولی هاتنه هویجه و جورجی در بازی کردستانی بونه. داخیانی دا هاتیه گوتن که الهریمین چای ین هلبجه و سنگاویجی 14 تروریست دایشی هاتنه کشتن. هفتیو بوری قایم مقام شنگولی مهما خلیل دیار کرد بالا فرگه نونتوایل باکوری شنگولی نزیک جای شنگولی دی بی آوا کرند اجبر دشته که برفره و راست باکوری شنگولی هیه و جی هری باشه بو آوا کرنا بالا فرگه افدر جیش بو پروژه هاتیه دستیشان کرند قایم مقام شنگولی روزنامه‌وان را دیار کرد اف دیزاین و نقشه بالا فرگه شنگولی اوی را گینن حکومت عرب کردستانی حکومت عراقی و جواکو نونتوی و همو دولت جیانی نها اف پروژه قنا خود دستپیکی اگر بالا فرگل شنگالی هبه وی دمی تو دمکی شنگال راستی کارست نوی دم کارست شنگالی سسی تباق 2014 سالی اگر بالا فرگل شنگالی هبه وی دمی هجمار که زیده ازیدیان نداتن گرتن کشتن و رواندن و جبرویجی نها و پیدا یک شکارین هری گرنگ یه ریوبریو شنگالی کارکرنو سرب جیانین بریارا آواکرنو بالا فرگل شنگالیه مهما خلیل دیار کرد دسپیک و پلان آواکرنو بالا فرگل شنگالی بری بگیره کچبران بو سرمال و حالین خو گل همو والیان اوی گوتو بیش بکن و وان سر آواکرنو بالا فرگه شنگالی راضی بکن مهما خلیل گوت آخو شنگالی پر دولمنده اگر بالا فرگه وی داری آوا ببه وی دمید به دریه که پیس بو خوشکرنو جان خلق شنگالی چی ببه سروکی انجمن دمزراندن شنگالی سال خدر کنیزی کی پکیکیه بریو چند روزان گوته بو شنگال خدان هیس و آسایش خویا تایبته و تن امویه که چرانویس خود دیار بکه قایم مقام شنگالی مهما خلیل بریا روداوی برسیف داد داخلی خدر و گوت اف انجمن که نونتیش سدی پنجی گلی شنگالی نکه نکارل سر چرانویس شنگالی جی باخبه خلیل دیار کرد که تنی گلی شنگالی دکارل سر چرانویس خو بریار بده و را گیاند اونجو من هروش گوتنه که دکه روزه که دبیجی امی شنگالی بکن کانتونه که سر خو روزه دن دبیجی امی شنگالی بپرچه که دن یه کردستانی و گریب دن اگر را پرسی بکرن اف پشت راستن گوده گلی شنگالی بخوزه ببه پارزگه که سر خو یه هریم کردستانی انو به کانتونه که آلیه که دیار کرد
دزگاه دژی ترور یا عراقی را گیاند. روجلات باجار موسولش علی ارتش عراقی و تمامی هاتیه کنترل کردند. فرمانداری دزگاه دژی ترور یا عراقی طالب شیخاتی 18 چله دجوینه که روزنامه‌وانی دا را گیاند. روجلات باجار موسول تمامیش دست چکدارین داعشی هاتیه درخستن. دم شهر داعشیان زیادتری 300 اتومبیل بمبکری آجوتن سرهزین عراقی لی ایوان هاتن تکبرن. فرمانداری دزگاه دژی تروری اشتراک کرد که دم اپراسیون د 3300 چکداری داعشی نکشتن. روجلات موسول نواسی مهان دا هاته کنترل کردن. حتی ناش موسول 26806 مالبت 6000 کس کوچبر بون. سدی 73 کوچبران کامپون دمینن. بایلوسی عراقی گل انقره هشام علی اکبر ابراهیم العلوی گفت هزاران داعشی در بازی ترکیه بونه و بشه که هیچی هفته در باز ببه. بایلوسی عراقی گل انقره روزنامه ترکیه هوریات را آخوی و حشریات چکدارین داعشی دا ترکیه. اوی دیار کرد که داعشیش موصل تلافر اوش باجارین دنیا نهریم در بازی ترکیه دبن و وادومان. ام بس هزاران داعشیان دکن. ام مجارک پرگرینگه دبی هر دو آلیجش بو گرتنا داعشیان کشبر شهر موصل درون و ولاتین عراقی ینج نچاری وارو مالی خو ترکاندنه هفکاری بکن. اف همش بو ترکیه و همشیش بو عراقی گرفت. گیرشکاری شوا سرسال باجار استانبولی ترکی عبدالقادر بشاریپوف هات گرتن. هات را گیاندن کسی به نام عبدالقادر بشاریپوف که شوا سرسال 2017 دا گیریش بار رهنا یا باجار استانبولی کرده بو اود انجام دا 39 کسان جان خوش دست دابو و 69 کس جبریندار بون استانبولی هاتیه گرتن. هزین اولیین ترکی را گیاند که شوا دوشنبه 16 چله 2017 دور اسن یورت یا استانبول اپراسیون بوگرتنا کسی گیرشکاری شوا سرسال پیکانین. الگوری و نگاهیان هزین اولیین ترکی دنجام وی اپراسیون دا کارین کسی به نام کود ابو محمد خراسانی و نام رسن عبدالقادر بشاریپوف دست سر بکن. پلیسگر استانبولی و مدیر اولیه استانبولی درباره گرتن گیرشکاری رستوران در ایدای داخلینی که بردن. داخلینی داتی گفتن که عبدالقادر بشاریپوف قبول کریه و هروا دنجا ملیکولین دا در کاتولیک و شوپاتلیانجی 7 دگره و پیدا چو. گیرشکار عبدالقادر بشاریپوف ازبکستانی و سال 1983 دایک بوده. افغانستانی هاتیه پرورده کردن 4 زمانان زانه. تروریسته که باش هاتیه پرورده کرد. تروریست را 107,000 دلار آمریکایی هات گرفتن. پلیسگر استانبول هروا را گیاند اشکره که جیریش السردناوی دایشی هاتیه کرد. فروکین شیر یه ارتش ترکی گیریشی دور برادوست و حریم و قندیلی کرن و چندن جین 11 گندن باشوری کردستانی بمباران کرن. چهارشنبه 18 چله چند فروکین شیر یه ارتش ترکی در بازی سینوری ازمانی باشوری کردستانی بون و گیریشی چند جین دور برادوست و حریم و قندیلی کرن. گور آگاداریان فروکین ترکی گندر بوگریسکان، گرتک، اینزی، قلوتاکان، سورید و نافدشت لبنتار قندیلی و گندن خاکورک دیوانه ناری سرجمان و وزرا رانجیل دور برادوستی بمباران کردن. وزیر درباره روسی سرگئی لاوروف سرپرسه که روزنامه‌وانی کردستان بیشتر مسکوی درباره پشگیری روسیا جمافی کرد چارچوب سوریه که فدرالی دا گفت اف پرس گریدای سوریه نه و بریار جی جوانه. لاوروف دا کفشی جی تنی سوری دکارن بریارا جرانویسا خواب بدن. روسیا جی نکاره بریارا جرانویسا وام بده. بریار 24 نابر حکومت سوری و اپوزیسیون دا دبن سرکشی و گارانتوریا روسیا، ترکیه و ایرانی هفدیدن چرا سرکنا کریزا سوریه آستانه پایتخت قازقستانی دست بکن. انجمن اجتماعی یا کارتل سوریه با یک فرمیش بوجوین آستانه هات و خواندن. نونری ینکه سی فواد الیکو کردستان 24 را گیاند. سروکی ینکه سی ابراهیم برو اندام دسته دانستاندنان عبدالحکیم بشار پارزر درویش میرکان بوجوین آستانه فرمی هاتنه و خواندن. هر فواد الیکو و خواندن ینکه سیش آلی کمیته آمدکار یا جوینی به سرکتنه که دیپلماسی یا مزنجی بناف کرد. حتی ناتو و خواندن تفدم و فدرالیزم باکوری سوریه نهاتیه شاندن. برپسی پیوندین در و حریم کردستانی فعلا مصطفی گوت پیوسته حریم کردستانی و رجوع کردستانی برداری جوینین آستانای ببن. فعلا مصطفی دیار کرد که باندور غیران سوریه سر حریم کردستانی جیه بریه و حریم کردستانی پیشوازی 300,000 کوچبرین سوریه و رجوع کردستان
کردستانی کریه سروک کی ریبری خاصر جد بشه که اگر بجدار نبن دبکو انجام آستانی بسر نکهون سکرتاری پارتی چپ و دموکرات داکرشی جبر کنونرین لشکریین کردان بجدار هفدیدن جنیب نبونه اف جوین سر نکتن و اگر افش بو هفدیدن آستانای نین و خواندن انجام هفدیدن آستانای جی و که جنیوای بن هر و اپوزیسیون سوری جبریار دا بکو اف دانستاندن آستانای دا بجدار ببن که مجرا سرکه جوان را پرسا اگربستی و بن پیکرنا هیزن رژیمی به هفسروکی پیدی سال مسلم دیامین کنگری پیدی دا کل بجاری دربیسی هات الدارخستن آخوی او گوت جوین آستانا یا کویل دمکی نیز دا وار الدارخستن لیستوکه که نام نتوایی او بسر ناکوه سال مسلم تقداری هفدیدن ترکیه روسیه و ایران جی افتشت آنی زمان اولی دخوازن سوریه بکیجن برجیواندین خواه او یک نکه به خدمت برجیواندین گلی هریمی درخستن وانش جوین آستانا یک جوی پلانیه جبروی افزانن که خواسته که وان آزادی و آواکرن سوریه که دموکراتیکه وزیر دروی روسیه لاورو پشت دخیانین نرازیبون ایرانی یال سربجاره و خواندن آمریکای بو آستانای اشکره کرد که افدی آمریکای و خوینن دانستاندن آستانای وزیر دروی روسیه سرگی لاورو بانک اداره نویا آمریکای کرد جبو بجدار کردن دانستاندن آستانای دا لاورو کنفرانس که روزنامه‌نگاری در راگیان تو گفت ام باورن که اراده نویا آمریکی بانک ما قبول بکه و نونرین وی جوینا آستانای دا آمده ببن لاورو آماجه وی یکی کرد که افدبه یکم کاریوان گر اداره نوب سرکاتیار دونالد ترامپ او دکارن گودو بیشکردن لمت تو هفبش بو روبروبونو تروریست سوریه بکن روز 14 چله بدف که وزارت دروا یا آمریکا مارک تونی را گیان دبو ت و خواندن که فرمی جبو بجداریات دجوین آستانای دا بکن جوان نهاتیه تونر گوتو بوجی اگر هفاتن بخواندن اوی قبول بکن که آمده بند ایران دجی بجداربون آمریکا دجوین آستانی دای او نرازیه که بجدار ببه وزیر دروی ایرانی محمد جواد ظریف آژانس ایرانی را درباره هلوست ایرانی بجداربون آمریکا جوین آستانای دا گیاند ایران دجی بجداربون آمریکا جوین آستانا دایه هروا ظریف گوت متو و خواندن جوان را بریده کریه و ام دجی بجداربون وانن سروکی سوریه بشار اسد اشکالال که ژاپنی را گیاند ev به هیوی دانستاندن آستانای ببه بنگهش دانستاندن را نامبر تویا بکاتین سوریه دا اسد گوجی جوینان دا بری هرتشتی وی پرست آگربستی و ریدان دا برسکن آلیکارین مروی ورن گوتو بیش کرن هر و اسد گوجی ندیاره اگر دی تو دانستاندن سیاسی ورن کرن جبر که هین ندیاره وکه کی دا جوینان دا بیش دار ببه لی اسد آمجه بیاکی کرد بیشداری کومن تروریست دا جوینان آستانای دا تی وی وطای که اف دستش چکر خواه برددن او لیبورین رژیمی دخوازن بشر اسد هر و دمال سرجوین استانای خوی او دست نشان کرد که اف هیوی دکن آمریکاش بوده کشین دجی تروریش دنبه الباجرکی گرکی لکی یروجوای کردستانی تقینک البر اوفیس انجمن نشتیبانی یا کرد و الباجرکی هستی جی تقینک نزدیک اوفیس پارتی که اندامی کسی قومین هات را گیاندن درنگ شف کسی نناس بمبئی که یریش اوفیس کسی گرکی لکی کرد دنجامی دا زیان مزن گیشت نوای لیت زیان جانی نبون تقین نزدیک اوفیس پارتی یکتی کرد سوری اندامی کسی قومیه زیان وی تقین جی تنی مادی بونه چندن جار اوفیس اوین کسی او پارتی اندامی و راستی یریشانتن بیکو یریشکار و توانبار شالی نسایش روزوا بین گرتن سردوزگری کمری یا دیاربکری جزای نو شفسروکین پارتیا دموکراسی گلان سلادین دمیرتاش و فیگن یکسکدان تینه خواستن اشکره کرد سردوزگری دمیرتاش را جزایش 30 حتی 142 سالان و فیگن یکسکداگ را جزایش 30 حتی 83 سالان بگر دوز تروری و اندامتیا هزا تروری دخواسته که دمیرتاش و یکسکداگ 5 ماه مجدار 2016 دا بگر اندامتیا ریخستنا تروری گل نه پارلمانتاری دنیای دبی هاتبون گرتن پیشمرگین حزب دموکرات کردستانی پشت 23 سالان جاره کردن لچیان سالوگر دامزراندن کمره کردستانی یا محبت پیروز کردن. پشت 23 سالان دورکتنا پیشمرگین لچیان افجار دیامین که پیشمرگین هدکه هفته یکیامین سالوگر دامزراندن کمره کردستانی یا محبت لچیان سرسینوری رجلات کردستانی پیروز دکن. پیشمرگین هدکه دبیجن اف 2 سال سرهف امچاین کردستانی بیروجی پیروز دکن. دوان 2 سالان دب دهان کچ و کرن رجلات کردستانی هاتن نو رافین پارتیا ما او چک لگرتنه. لچیان پیروز کردن سالوگر کمره کردستانی گرنگ و بواتهیه. کمره کردستانی باجیر هاته را گیاندن. اونها لچیان تی ببیرانین.
اف یک نشان داده که کرد سر دامزراندن کمره خواه بردوانن اوجبوی خباده دکن. پیشمرگین هده که دبیشد بشکس آرمانچ و پیام را گیاندن کمره کردستانی گیشتی نفشن نو. ازمون کمره کردستانی یا معبد کدوین 100 ساله در بازبوی دا هاد دامزراندن جبو همو پرچین کردستانی بو هیویه که مزن. دنگ و بحثن جیانی گوری نوچه آژانس اینترفاکسی روسیه چهارشنبه 18 چلی فروکه جنگی ارتش روسیه و ارتش ترکی پیور اپراسیون کفبش با کوری سوری پیکانین. اینترفاکسی را گیانده که فروکه شهرین روسیه و ترکیه بنگه و چپرین چکداری دایشی در دور حریم بابی یا گریدای پرزگاه حلب یا سوری بگرانی بمباران کرند. سرک وزیر ترکیه بنالی یلدریم اشکره کرد که پیوندین وان این ریبریو سروکی نوی آمریکای دونالد ترامپ را گریدای سیاست واشنگتنی جل فتولا گولان او پیدیه. بنالی یلدریم دست نشان کرد که گوری پیام دونالد ترامپ دی سیاست آمریکای لنبر سوریه و عراق بگویرن او گود براستیش بو که پیوندین آمریکا و ترکیه سراس بند دوی حکومت نوی آمریکای سه گوین برچک بویجه. یلدریم اف سه گوین که پیوست واشنگتن بویجه و دا کفشی یا یکم سروکی رخصنا تروری فتوی کبیه سدم خرابونا پیوندین ما دوی بدن ما اوج بو یکیجی دوی لاس بدن پیواژو درزاندنی یا دیام دوی دوش پشگری و داینا چکون بو پیدی و یی پیگی برده چمکو بو رخصنا که تروری رخصنا که دنیا تروری نای قداندن افکار کی گلک خلطه و نل گوری دولت جدیه یا سیام گل ترک درق آمریکایی دا گلک نینی ده فکره پشتی 15 تیرمیجی افرمان هنکی جیزی دبو اول بندین کش بو سراسکرنا ویرامون آمریکا گوین برچک بویشه. زانینگه مسکو یا دولتی یا زمان یک زانینگه بنابودنگ روسی که پرانیا زمان بیانی لیتی خواندن بو یکم جورجیل و سر آستا روسی زانینگه خاکر پیشنگ و بش خواندن زمانی کردی وکرد. نها 12 خواندکارن روسی و نتویندن بو بدستخستنا با برنامه‌ین باکالوری سه مهان دخوینن. بشک زمان خواندکارن شکومرین سرب روسیه وانه هاتن فیری زمانی کردی ببن. دو ماموستاین زمانی کردی وی زانینگه کار دکد. یک جوان رزگانی جانگو رجویه که گلک سالان روزنامه‌ریات زده کار کردیه و وکه ده سالانجی لونیورسیتی روانی درسین زمانی کردی دایه رحلت زانان و هروا کرد زانان. چند سالانجی ایرانی وک ورگروان کار کردیه و فارزیاوی وک کردی خورده. ماموستای دنی احمد ابراهیم که دبش کردی یا رادیو مسکوی دا کار دکه. گدانین هیجا او بو وشانا دنگو بس نفته که شهر 4 پرچین کردستانی او کردن دیاسپوره هرو نوچین نونتوی. اجاره کردن هفتیاتی دی سال سروی نامونیشانی بنجام نوچین هفته که امی راستی هبین. اما دکار او ریبرو برنامه یا دنگو بس نو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانانو بمینند نو خیر و خوشیه دا.